به نام خداوند بخشاینده و مهربان. خداوند سپاسگزار هستم که یک دم دیگه برای ما نصیب کرد که بازم با یک برنامه دیدنی و جالب دیگه همراه شما هستیم و خواهیم بود. نازنینا، خدا کنه در قانون خانواده تان آرام، خوشبخت، سربلند باشین. ما اینجا یک کاکایی را داریم با خود که کابلیست است. میخوایم از صحبت‌های داشته باشیم همراهش که شما بینده باشین. سلام علیکم پدر جان قند. صحت خوبه؟ میشه خودم معرفی کنین نامه که چی؟ اسم من سید عبدالله شک، ولد سید محمد مبین. بله. سکونت منظم کوچه آچقان عرفان صاحب است. بله. اینجا خانه است. ما دوستار است. این آمدیم که کتی ما مصاحبه میکنن که مصاحبهشان رسیده بتانیم که فهمیده بتانیم که چی شد. از خودت پدر فعلا جوان سپاه زیره برای ما بگو که قبلا چی وظیفه داشتی، شغل چی بود؟ حالا خب من میفهم که در خانه نشین هستی. قبلا چی کاروبار میکردی؟ سابق کارگر بودیم در وزارت معدن، در شعبه کیمیا و گاز بودیم. اونجا وظیفه اجرا کردیم. در سال 1352 در ولایت بامیان به وظیفه بود همونجا کار. خب یعنی از کابل تبدیل شده بودین به ولایت بامیان، وظیفه در ولایت بامیان بود. بله. ایره برای ما بگو پدر که چند تا اولاد داری، چند تاش از چند تاش خارج از کشور هستن؟ ایک اولادای ما نیست خارج. دختره که بود بچیم، یک دختر یک بچه داشتم. خب ماشاءالله. بله. باز اونا وظیفهشان چی بوده؟ کارگر بود. شغل آزاد داشت، خردکار بود. خب بسیار وظیفه. دختره که خیاطی میکردم، کالام میدوخت، این گن میدوختیم. خب حالا به ما میشه ایره بگویی که نفقه یا مثلا امو خرچ خانه ویگه پایت کی میته فعلا؟ حالا فعلا یک برادر ماست در کانادا هستن. برادر خودت؟ برادر خودم. خب. باز اونا ما و ما 50 روپیه یا 100 روپیه دلار کمک میکنه. باز امو خرچی یک ماهی تا میشه دیگه؟ میشه. خانه خو شخصی است؟ خانه پیشتر گفتیم که خانه خسر برای ما بود. اونا برادر خسر برای ما رفت، بازم خانه را بر ما دادن. ما فعلا خودت. گپ پذیده که رئیس زنده است یا نه؟ کی؟ خانم زنده است. زنده است. چیزی نمیگه تو یگان نمیگه که برو کار کو یا در خانه قنشی؟ نه او تو نمیگه. منطقه یک جگر خونیشون همیست که خام خواسته سر از دق میشه. میگم هوا خوری میبرم از سایل ساکری. میگه نیدم خانه خوش هستم. حالا چه هواخوری هم نمیره؟ یعنی خوش هستی که هواخوری ببری؟ اینا هواخوری تفریقا مرد یا سر هر کدام با تفریق بر ضروریت داره که تفریق کنه، زندگی کنه یا سیاست. حالا خو اگر تفریح هم نمیبری باز در خانه یگان قصه و خنده و یگان مزاقکا خداری کدی؟ بله آقا سجا نباشه که نمیشه. مثلا یکی از مزاقایی که داخل چوکات باشه چی بوده که در رئیست؟ او جان من بخی که بریم خونه پدرت منجا بشینیم خونه خود بریم منجا بشینیم قصه کنیم کبتیم. اینو میگم. بازو چی میگه؟ او میگم نه نمیرم. ما از خانه خود هیچ شور نمیخورم. الله یعنی خانه خود دوست داره؟ خانه را دوست دارم. خب باز یعنی خونده چیزی برش میکنی یعنی همت مفته که شب و روز تیر میشه؟ شب دل هم شیطانا آی دل دیوانا میرا دل دیوانا. دل چرا دیوانا میشم؟ دیگه دل که دادی دیگه باید دیوانه شوی دیگه. دل که دادی ما فاقم دیوانه نمیشم.
یا مفلسی میاد یا پریشانی میاد یا یک مریضی نه که دیوانه میشی دیوانه یا عاشق میشی یا عاشق. نه گفتی که قواری رئیس با کدام دختر فیلم میمونه این یک ذریعش بگو دیگه شباز ما میخوام اینا دختر فیلم نبوده. خب نبوده بله وظیفه چی بود که 5 وقت عبادت خدا نام خدا میکرد نام خدا و نام خدا قرآن از انسان میخوان. بله دیگه خوشبختترین سالش کدام سال بود؟ در سال 58 که یک خسرو بریم در کابل بود یا جان او عروسی کرد اونمو یک ذره خوش خندان بوده. خب دیگه کلا دم ذکر خداوند دم ذکر خداوند است. خوش به حالت کمت یک خانم داری قربانتان. و خدای نه بیا خداوند. او یک مرکه است یک مرکه خداوند هر کس ایت خانم نمیده بیا توکل کل چند سال از زندگی میشه کمرای زندگی زندگی میکنی در سال 52 1352 تا بالا تا بالا. این چیز کم دیگه 70 سال یا 60 سال خواهد شد 60 سال نه بله. 60 62 سال شد خوب هم تو موفق زندگی بوده اما تا خوش وقت هیچ وقت روز نشده که مقار شون سرش یا او سر مقار شون. خوبش به خدا زندگی لیلی و مجنون پیشتان هیچ بوده دیگه سفر لیلی و مجنون او لیلی من مجنون اوش جانت و میگم همیشه این هم خندان باشی شاد باشی آرام باشی پدر جان دیگه ما برات وقت خوش میخوایم خوشحال شدم پدر قنه خوشحال شدم که اینه خو نمیمونی اینه که دستای ما اینه ثواب داره دستم گناهگار خدا خدا نکنه از ما را بزرگ ما همیشه احترام داریم خدای پاک جان سپاس خدای پاک زنده باشی پدر قنه سلامت جهان سپاس بینده عزیز باز ما رو بیننده باشین پدر خود دیدین سوالات هم ازش کردیم سوالات هم جواب داد دیگه شکر یک زندگی خوش و خوشحال و آرام داشته البته در گذشته و حالا هم آرام است باز ما رو بیننده باشین ناظرین سلام علیکم خوب هستی محترم سرتون خوب است چال داریم صحتمند هستی بهش اسم محمد اشرف باشندی بالا کوی چندوار محمد اشرف جان اینه برای ما بگو چی وظیفه چی کار چی با فعلا دیگه ما کاغذ فرانساز هستیم در خانه کاغذ فران جور میکنیم اینه بدر کاغذ فرانساز دیگر رو بیکره خوب فعلا وظیفه کاغذ فرانسازی است و چطور کاروبار میشه والا شکر است اسلام الله پیسه خرچ میکشه خب خرچی یا نه نفقه اولاد میبره بله بله بسیار خوب جز از این دیگه وظیفه خاص نداره خیر فقط همین کاغذ فرانسازی و چه وقت است که باشنده از این منطقه هستی والا از بابی مادری ما 75 سال میشه که اینجا است خب 75 سال این حال ما برات یک قصه کنیم چند ساله باشی خود من خودم 45 این تقریبا ما تو یک سال هستیم کلم میزنیم بگید یک وقت اینم اینجا گلکنه بود یادت میاد این گلکنه بود از ما خانه ما اونو مسجد سفید خانه مادرم شان است خب این مسجد سفید که از روبرویش قیسشان کس نه قیسشان عکاسی کرده روبرویش این نوکک از ما بود خانه باز ما فروختیم ما چقدر بچه برات بگویم میاره 20 ساله بودم 7 ساله بودم اینم اینجا من آمدم لولک دوانی میکنم باورت میشه صحیح است یگان وقت اینجا یگان تا خدا بیامرز میشه تا زده رو دویدکانش گدایانی که شاید باشه از اوی کلایی که در پیشا میرسید جان سپاس از خدا زنده سلامت باشید خدا چه باز ما رو بینیده باشه باز سلام علی برای با شما این اینجا که هست اینی بالکو میگنش دیگه که در اصل باغ قاضی و ما باز چی میگیم ما میگیم بالقلا چرا که این بالقلا که هست جای مادری ما هستک چون از من مادرم خودش در بالقلا به دنیا آمده و همینجا تولد شده از پدر مادر از این بالقلا است از این باغ قاضی است بگن از اینا باز ما رو بیننده باشین کامرامای نزدیک چند تصویر داشته باشه از کوچه خوب یک برف زده پدر سلام برسه صحتت خوب است صحتمند هستی باش که بیایم یک سلام خود تقدیم کنیم که خدمتگار وطن هستی ما همیشه به خدمتگارای وطن بدریست که احترام داره اینمی که خدمت وطن ما رو میکنی السلام علیکم صحت مبارک چی حال هوا خوب هستین ان شاء الله صحتتون خوب است صحتمند هستی میشه نامت معرفی کنی واسه کجا نام دواجان از لوگر دواجان از لوگر وظیفه چی وظیفه در بیشاروالی که است شاروالی هستی شاروالی اول نایه اول با چطور از وضعیت ماشا و
پیسه میسه میتنم. شکر هزار بار خوش هستیم از رب العالمین. بیشک سطح ما که باشه دیگه هر چی است. اهمیت هم خیم شال هم تو 100%. بیخی و ما طور خوش هستیم که خودت میپامی. من میگم همیشه خداوند شما را خوش داشته باشه. خودت کسی خدمتگار وطن هستی. چطور که ایسو آمده بودی چی میکردی ما خود دیدیم که یک ذره کار میکردی. اینجا هستیم در نمی یک دوله نمی سیاکی و نمو سیاکی بالا. نمی حاجی صاحب خدا بخشه نمی بچیش است. ای پدرش است. خدا رحمتش کنه در جنت در روش. باز نمی یک ذره نمی بر پسرش انداختیم این قبر از پنجره یک چیزی میمونه می باز وقت سمی سگا پدرتم که است یک چیک میکنه. نمی ما خود نمی رای ما سازی را خیر داریم. بله. تا که می واسه ما میشد با گویش هستیم بیادر او خدمتگار است. میشناختی شو. یارا امی کلی مردم میگه که خوب است ان شاء الله که خوب است ولا گشت رد در بدیم در ماگم خدمت قبرش میکنی. از امی کلی دیرم من میگم خداوند خدمتت نکنه. انجمن ان شاء الله که من میگم در کارت برکت باشه. شمارم کم نکنه. من میگم اینجا که تو بدرخشی کمت آفتاب میدرخشه. خاطر شما دوستان. جهان سپاس پدر جان. خوشحال شدیم شما خدمتگار هستین. با اجازه. آرام باشید. ببخشید. نازنینا یک از موظفین شارواله کابل بود که مظهر خدمتش البته اینمی خود اینمی سایه است که همین قسمت کسایی که جنگلی رو منازن باز اینا یک پاک و صفایی و گپا میکنن. ولی یک چیز ناگفته نمونه که کامرامین عزیز تو بگم اینجا رسایی که چقدر پاک و منظم سابق اگر میامدی اینجا بسیار جنگلی و دیگه کود بود. گرچه من خودم یکی دو بار آمده بودم. نمیمانیم نه را میمانیم. من میگم خانه تاباد. اوی تو آدم هستیم که خدا را نفس هستیم ناز پیسه. بیشک همیشه موفق بود. دیگه نام خدا نظافت پاککاری همین منطقه در دست همین برادرای شارواله ما نایه اول هستند که بسیار زیاد خدمت میکنن. کل جای پاک است. جان نایه دوم. من میگم خانه تاباد. من میگم خداوند همیشه توفیق بده پدر. خداوند همیشه توفیق بده. اینجا اینی ادیره یک پنجره‌گک داشت. پنجره یک متره. باز امرای بچهای ماما و نواسای مامای می آمدیم اینجا باز ما در گرد از پنجره می دویدیم. دیگه برادرتان اینم اینجا هوش تو کش کلان شده. بیا تو بچه کیسو بیا جان کاکای خود حالا تو بیا قند کاکای خود بیا تو که یک بچه که این هم سن سال این بچه بودیم. سلام چطور هستی؟ نامه چیست؟ عمر. چی؟ عمر جان چند سال هستی؟ 5. مکتب میخوانی؟ صنف چند؟ صنف 5. عمر جان چی بلد هستی؟ شعر ترانه کدام چیز بلد هستی برای ما بخوانی؟ بلد هستی شعر چیزه؟ بخوان تو یک شعر یا ترانه برای ما. اینی طرف سعی کن که کامرا ببینه دیگه. بخوان یک شعر. شعر باید ندارم. ترانه خو یاد داری؟ نه. خیلی چی یاد داری؟ کلمات خو یاد داری؟ کلمات بخوان. چیه؟ کلمات بخوان. اول کلمه رو بخوان. لا اله الا الله محمد. آفرین. بخوان. لا اله الا الله محمد. من میگم پرت چکه. به شکت از پالوان خواستی من میگم. دوستای نازنین ما را بیننده باشین. باغ قاضی کابل جان هستک. ما تو البته میخواهیم بریم طرف کوه و شاید نتانیم شاید هم بتانیم بریم ولی بازم ما را بیننده باشین. چند تصویر داشته باشین. یکی از برادرای ما که اینجا همراه ما از بعض شکایتایی دارن که شما بیننده باشین و بشنوین. برادر قن سلام علیکم. صحتتان خوبه؟ صحتمند. میشه خودم معرفی کنی برادر قن؟ اسم ما بلاس بیادر گل باشنده با قاضی هستیم. نایه اول بیادر. بله. بیادر این مشکلات ما بود تا همین مشکل آب بیادر گل کم است. بسیار مردم ما بیادر گل بیچاره را مشکلات داره. بسیار پریشانی داره او ندارن. بیادر گل از همین خاطر میخواستیم که بیادر گل در میباره او مشکل مردم بیادر گل یک چای یک چیز دربارش بیادر گل فکر کنم. جان این مربوط کدام نایه میشه؟ مربوط نایه اول میشه. این مربوط نایه اول است بیادر. مربوط نایه اول. شما رفتین امرای نایه صحبت یا چیزی کردین که ما مشکلات آب داریم آب نداریم از این قبیل مثلا گپ زدین امرای نایه؟
ما برادر میگه ما کار نداریم، رفته بودیم نایه گفتیم میگه ما برادر گل مربوط ما نمیشه ای، ما از مو خاطر. خب این مربوط کجا میشه ناله؟ برای شما جواب نداد که شما باید کجا مراجعه کنید که غم آب شما خورد؟ نه فعلا این چی را برای ما نکده که ما در کجا چا بریم یا در کدام جای شکایت کنیم یا در کدام جای گپ بزنیم. ما دوستای نازنین از مربوطات نایه اول و از بزرگانی که در رأس دولت هستن ببینین اینا آب ندارن، زحمت زیاد دارن، در بالای کو زندگی میکنن. وضعیت اقتصادیشون اونقدر خوب نیست که اینا بیاین آب بخرن یا مثلا پایین بیاین بالا برن تفلکای خور دارن. اگر دولتمندا ما را میبینه، اگر ثواب میخواین خازی که در ثواب کلان دیگه جای نیست. نه این برادر اینمی خیلی خوب همی سیاست ما بیادر بابروی با عزت بیادر طفل ما در زمستان گپ تو کوک از بسیار بالاست نمیشه و چه رقم از تا اینجا بیادر پایین شعورم خیر ببینه در این ماجد ما میره در این ماجد دم بیادر برق باشه خوب و خوب نباشه اونجا 20 تا قطار است میخیزه پس میاد بیادر. یعنی مشکلات عمده شما که در بالاکوی چندوال زندگی میکنین آب است؟ آب است، مشکلات ما اینمی آب است. خب ما از مقامات دولتی خواهشمند هستیم که درباره اینا رسیدگی شوه، چرا که یک خانه دو خانه نه، چقدر خانه است اینجا؟ خانه بسیار دیگه فرمان است دیگه، والا خانه کلگی همین مشکلات آب داره. کلگی این مشکلات آب داره برادر. خب یا ما همیشه کوشش کردیم که بعضی چیزها را به گوشهای مقامات برسانیم، چرا که مقامات از بعضی مشکلات مردم خبر ندارن. نه اینال این مشکل شما را اگر ما تانستیم میریم امرای مدیر یا معاون نایه اول صحبت میکنیم، اگر نتونستیم بازم خواهش میکنیم از دولتمندا که کمک در سه او برای شما بکنه. بله تشکر برادر، خیلی ببینید. تشکر جان سپاس از خودت لالا، آرام باشید. بینندای عزیز ببینید که چقدر مشکلات کمابی در بالاکوی چندوال است که البته مردم به بسیار سختی میلن، از پایین او میرن، تفلکای خورد، زمستان میشه، برف است، میلخچن، ایران مانده مردم که چی کنه. سلام علیکم، ساعتت خوبه؟ میشه خودم معرفی کنی؟ باشنده همین منطقه هستی؟ بله باشنده همین منطقه هستم. چقدر وقت میشه که اینجا باشنده هستی؟ با 60-70 سال میشه اینجا هستم. از 70 سال پیش اینجا باشنده هستی. چطور مشکل آب دارین شما هم دیگه؟ بله مشکل آب اینجا زیاد مشکل است دیگه آب نیست اینجا بر ما چی تیر کرده بود نل. خب باز یک 3 سال آمد نل آمد، باز از او خوش شده نل. حالا نل خوش نه نل خوش است، حالا از کل مردم هم 16,000 روپیه گرفت. نه دیگه اول سال نه دیگه چیز است. خب این 16,000 که گرفت کمپانی های شخصی بود یا خود دولتی؟ شخصی بود یا کلش کمپانی های شخصی بود. آمد که تم نایه اول گپ زد، اونمو کل کار جور کرد، از مردم پیسه گرفت. تا بال خود کدام کمپانی نامده که از تان پیسه بگیره به خاطر آب؟ نه تا نامده. نه بیا خدا مهربان است که دولت امارات اسلامی افغانستان بعض مشکلات مردم که حل میسازه، می بیابی شما را حل بسازه که بیا از بیاوی برای نمت راست نیست. ما برای وقت خوش میخوایم برادر، جهان سپاس. ما همچنان زنده باشی، سلامت باشی. این نازنین این تفلکا میان پشتو خو اگه اینجا بر باشه زمستان همی بلخشه، یک پای شوگار شوه، یک دست شوگار شوه، این کی جوابش میتین خودتان و یک چیز دیگر که نازنینا اومدیدم بسیار خانه قدیمی که فعلا به خرابت تبدیل شده، بسیار هم یک جای قدیمی است دیگه. فکر کنم یاره به 100 سالم یعنی اینجا یخ است، یعنی بچه کا پشت اومدن نه یخ است. تو بگی کامرامین عزیزم اینجا پاک یخ است، خو اینی که اگه بلخشه خدای ناکرده پای از یا گار شوی کی جواب دوست؟ پدرشان میره در روز 30 روپیه یا 40 روپیه شال کارگری میکنه یا کراچی وانی یا مثلا کارهای شاقه، ولی طفلشان به خاطر یک بشکه آب، یک قطره آب در بفته پایش بشکنه، دستش بشکنه، جوابگوی از یا کی می باشه؟ اما تو رس یا نه؟ او ندارین شما؟ وی چطور هستی؟ خوب هستی؟ نام چیست؟ عبدالهادی. عبدالهادی جان تو هم پشت او بر آمدی؟ یعنی مشکل او است؟ بله. بیا خداوند مهربان از خود دولت امارات اسلامی کمکتان کنه که مشکل اوتان حل شود. نازنینا بازم چند تصویر داشته باشین و ناگفته نمانه که کامرامین عزیز اینی دروازه را بگی تو این خانه است که تو خراب شده. اید نمیاین اینجا؟ نه. کدام طرف دیگر رفته؟ تو بیا اینجا بیا. فرار میکنه. خب بازم نازنینا یک چیز
بینده باشین که چه خوب یک چیه خانه است که از بالا خو شکست کرده پایین هم خراب. اگر چارهش نکنن این خوب بدر خراب میشه. کامرامین عزیز تصویرها را خدا شد دیگه. بازم بیننده عزیز ما را از طریق چینل یوتیوب افغان سوشیال که بیننده هستین جهان سپاس از شما. همیشه بیننده برنامه ما باشین تا ما بتانیم برای شما برنامه جالب و دیدنی تهیه کنیم. نازنینا یک چیز ناگفته نمانه که کامرامین عزیز تصویر داشته باشه. مرا هم همراه تصویر داشته باش دیگه قربان چم کامرامین که ما را از یاد نبری. بازم جهان سپاس از همراهیتان که ما را بیننده هستین. لایک میکنین، شیر میکنین، سابسکرایب میکنین. همیشه ما را دوست دارین، ما هم شما را دوست دارم. تا برنامه بعد شما را بالای یک تا مسپارم. شب و روز خوش داشته باشین. چند تصویر داشته باشین. خب پدر قن میشه خود معرفی کنی نامک چیز؟ اسم من کاسا قنداغا باشنده با قاضی. یعنی از پدر و مادر کابلی؟ بله از پدر مادر. اما تو سوچه کابلی؟ من پیشتر امروز میگه یکی از دوستام مصاحبه کردم و هم از کابل بود. دیگه بسیار همت یک آدم شریف. پدر جان چطوره؟ کاروبار چطوره؟ والا کاروبار کاسا نیست. کاروبار نیست نه؟ نه کاروبار بیخی دیگه امپیرش در صفر چکر در صفر شده؟ خب اینه برای ما بگو پدر قند که زمستانای برواری حال چطور است در اینجا؟ زمستانای برواری که دیگه وادای آخر کاسا که بله. کاسا یک ذره برواری که خداوند دیگه رحمت خدا کاسا در مملکت ما روی کرد دیگه. باز من یک چیز اینجا متوجه شدم که یخک چیز خو نمیشه زمستانا اذیت نیست. اذیت هست یخک میشه چرا نمیشه؟ میشه یخک نه. بازی او چطور است حسابش؟ او که اصلا مشکلات هست. مشکلات آب زیاد است نه؟ باز از تو نل چیز سابق خو نل بوده خون. سابق نل بوده نل ما که اصلا مدت 4 ماه میشه که بیادر غیر خط دیگه چیز نمیه. اوه برای ما بادش نمیرسه و دیگه همسایه که میرسه غیر کسی لای و لوش اینو میشه. باز چند متر کندن شد که نل نل که هست تقریبا در زیر اینمی کنکریت ها که هست. بله. وقتی که نمی سرک جور کرده که ابیتات میگه چی میگه سرک ها جور کرده. اونمو که هست برای ما که هست نل کش بده میخوانه. خو یعنی اینجا مشکلات آبش بیشتر است دیگه به نظر من. آبش هم بیشتر است، بیکاری هم که هست بیشتر است دیگه. مردم که هست بسیار دیگه دچار مشکلات هست. خب این خو میشه منطقه بالقلا. بله با این منطقه به نام بالاجوی عاشقان عرفان. بالاجوی عاشقان عرفان. بازی برای ما بگو که اهمیت چطور است؟ اهمیت فضل خدا تامین است. اهمیت تامین است نه نسبت به سابق البته. نسبت به سابق اهمیت تامین. مردم شکر آرام از کاروبار خدا میکنن. خب یک ذره کمی کار است دیگه. بله ان شاء الله. جوان سپاس از خودت پدر. همه خدا در کارت برکت بده. سلامت باشی. آرام خوشبخت باشی. بینده بازم ما را بینده باشی نازنینا. کامرامین از یک تصویر داشته باشه از اینجا دیگه. همینجا برنامه خود تقریبا آهسته به پایان میرسانیم دوستای نازنین. خدا کنه که جور و صحتمند و سرحال بوده باشین. نازنینا تشکر، جهان سپاس که دایید ما را همراهی کردین، برنامه ما را سعی کردین، تعقیب کردین. قربان چشمایتان. خداوند میگم همیشه همراه فامیلتان جان جور و سلامتی نصیبتان کنه. بازم تا برنامه بعد ما شما را بالای یک تا مسپاریم. شب و روز خوش داشته باشین. ناگفته نمانه که لایک شیر سابسکرایب یادتان نره نازنینا. بیای کسایی که نی طرف میای عکس میگیره بیای من میگم هر کس که دلش از بیای می طرف بیا استاچو خنده نکن اینجا استاچو که عکست بیا لولا جان بیا نام خدا کل تا آینده چینل کل تا آینده ساز وطن هستین نیستین آینده ساز هستین این آینده ساز وطن هست. بازم جوان سپاس از اینکه ما را بیننده هستین. والله یک تا مسپارمتان.